اصلا کلمه صالح معنای پاکدل است، پاکدامن است. خاصه شخصی که تازه کار است و آزاده است. همین آدمان همین دهه ما با همین سخن سازگارند، چون که مردم بسیار با علم و معرفتند. یکی از بزرگترین عالمان و مولانای بزرگ ما همین دهه مولانا صالح هست که در سالهای 1900 تا 1925 در شهر بخارا همچون مدرس مدرسه کار میکرد و درجه بلند علمی و معرفتی داشت. و امروز این رو ما مردم همین محله قدر میکنیم. دهه ما که سالهای پیشتر جلجید نام داشت، تخمینا از سالهای 2010 ما می صالحان گرفتگی هست. این تاریخی کهنه دارد. من همین رو مثال میبرم که بابا کلان من آدینه گوشتگی مرد از کلاب آمده همینجا زندگی میکند. بعد وای فرزندش جمال زندگی میکند. بعد جمال دولت زندگی میکند. بعد دولت بابای ما عزیز. بعد بابای ما عزیز پدر ما حامد. اگر همین پدر ما را اگر به شرط حساب کرده بریم 116 ساله میشید. اگر زندگی 116 سال اگر که 4 پشت حساب کنیم ممکن که تاریخ 300 ساله 400 ساله همین جریج ما داشته باشد. ما که روی میدانستگیمون همین گفته می‌تونیم که تاریخ کهنه دارد جریج ما. دهه صالحان عین حال 700 خوجگی است. با 4,500 اهالی میرسد. زندگی مردم عین حال خوب است. زمین دارند، زراعت میکنند، کارتوشکا، پیاز، تمام محصولات میکنند، استفاده میبرند. چاروا دارند، جای من پودچرامون هست. خیر با کدومی که اگر گوی وای بونی میکدگی داشته باشد با علاقه رو میکنند، اعلام میبرند. همین دهه ما که اکنون شیرشون میخرن و یوغلشون میخرن، بغیر از این هر روز زیاده از 100-200 لیتر شیر اومده از همینجا نوحه کلگون نوحه گرفته میبرن و برای دولت این شیر رو صرف میکنن. دیگه چیزهای موادهای شیری میسازن. این هم سهمی هم ملت خلقی دهه ما است. هیچگاه اینا از شیر نمیمونن. هم وقت گاوها یک و دو گاوی جوشهای در خونشون دارن. اومده این شیرشو برهم نمیخورن، شیرش میفروشن، پولش استفاده میبرن. این هم دستگیری هم خلق هم مهنتی مردم است. یعنی کلی خیلی خوب است. اگر همین خیلی دوام بتن بسیار خوب میشه باز.
گو داریم خیلی گو میجوشیم دوغ میکشیم اینا دوغ مونای شیر میپزیم جرغوت خو میکنیم بعد دوغ میکشیم مسکه میگیریم خیلی همین خیلی کاری ده هم بهار ده بسیارتر ایوخه ها شیر در بهار ده بسیارتر میشود زمستان کم خیلی وابسته به شیر بسیارتر باشه مسکش هم بسیارتر کم باشه کم خیلی حوضی با ماشینای سویتی هم میکشند دوغه لیکن با این با مزه تر و خوبتر دوغ کشی با این چغدگی بیبیگیمون با مزه بهتره در اویله ما خیلی یک تگوی جوشو های در یک هفته یک بار دوغ میکشیم انا در همسایه ها در نزدیکی ها هست تایی سه تایی و یا خیلی بسیارتر میکشن خیلی مسکه در هم تمامای ملی بسیارتر در کار میشه فتی روغن میسود خور و توب با شیر چای استفاده میکنیم در دهه به گو مال نمی شود زندگی و مردمی دهه به همین گو مال دوره شیر و دوغ همه وقت در کار در حیات انسان همین شیر و دوغ ما نمیخوریم با باقی ماندهش میفروشیم و سببای زندگی قطعی استفاده میکنیم اینجا یک ستیل شیر پختیم جرغات خواه کردم یک کاسه چینی مسکه میگیریم خیلی با بسیارتر باشه بسیارتر کم باشه کمتر صبح دهه با یک صفا با یک هوای مصفا با یک تراوت تازه مردم برابر همین سر شدن صبح از کار و بارو از پی زندگی هستند مردم این طبقه در غفلت نیستند همه از پی کار و زندگی هست و نیم شب سحر برات میبینید که مردم در صحرا کار کردن این باغ و راغ نگاه میکنند مردم از پی کار و زندگی میشن یگام کس بیان که از زندگی دور نیست همه از پی زندگی هستند در زمین ها انا غله میکوریم گوگو میشود که جو میکوریم انا زمین های آبی وقتی که در دشت شده داریم انا با زمین های حولگی داریم یعنی کارتوشکا پیاز پامیدور همه تمام این نمودایی که همه در بازار هستن همین رو کار میکنیم البته همه وقت آب میبیاید همه وقت آب از چشمه ها میبرد همه سربند میبیاید و بغیر این از کانالی که ساختگی سالهای 85-86 از دایره کوفانیان آب آوردگی بودن تابستان ها همه وقت آب میبیاید کانال در مردم همه وقت آب سیرابند حاصلخیز زمین نون همه انسان همه زمین هست از سال 50 ما در همه جای همه برگت و تبلچی و اوچازی فرمه و در کار که آمدیم همه زمین نون خوردیم ما عجیل جانی پمندور و پیاز و
سیوایو همه چی هست کجای یا چی بکاری مهنت کنیم میشه دیگه مهنت کی نکنی اکشن میشه با گووا گلگو میکردیم اون وقتا نبود چی کمباین بود در اون میکردن زن کوکو و میار تو میکردن مال تینکه ولی بود و مال تینکه میزدن و گلگو میکردن و موسیقی هم مثلا یک خط با بود میکردن و کرچه بود کرد و ساعت زندگی امروز خیلی خوب است. مردم هر یک اویله خریب یک خوزگی دیخونی دارد، زمین دارد و این در این زمین است مثلا هم غله میکرد وقتی که آب میاد میشن سبزه‌ها میکنند زندگیشون خیلی خوب باغ بغضار است من همه جو خریب باغ گذارن که باغ‌های تاک زیاده از 100 گتر باغ تاک از همین دهه ما که همه ایران مردم مهنت کرده و از این فیض و برکت یافته زندگیشون رو درست این مهنتی ارزنده خلق خود رو در همین خلق میکنیم چون که مردم به یکم گفتگو به یکم همین مهنتی حلال خود کردی زندگی کرده شدند. یک کتاب دو جلده برآوردم که از 1220 صفحه عبارت میباشد از 2 جلد عبارت میباشد انا ایره در نشاط عرفان انا برده سپردگیم برای کتاب برآوردن نصیب باشه به همین نزدیکی با 300 سکه میبرم 200 تا برآوردگی بودم برآوردم همین تقسیم کردم همه شناسا رفیقا و همین مکتب بودم دادگی 4 کتاب با کتاب و 2 کتاب مکتب‌های خلاق‌های همسایه هم سپردگیم انا باز کتاب دویم هم سر کردگیم این درباره قلعه حصار میرود درباره میری قلعه یک میری قلعه حصار میرود پخته میشپیم کورپای عروسی میکنیم برای نویرومون میکنیم اینا میرسیم رشته میکنیم گلدوزی میکنیم امی رشته میکنیم جیکت میبفتم جیمپیر میبفتم اینا می اسبابا همه شیخمه امی که مثال دخترمونه بچه‌مونه زن دادیم شو دادیم همون وقت میکنیم همون وقت پخته رو میشپیم در کورپا میندازیم ای مگزین خریدم بچه جان 7 تا گودک بعدم خیلی کلون کردم به همین پخته جا دادم با همسایه رو پیدا میکنیم بیای کورپای عروسا رو پخته کنیم همسایه میرون پخته میندازن میدوزن کورپا رو خونه‌شون میرن میدوزن میبرن تنگ میزنن که عروس پگای دیگه جاوت روز بازار با دستگیری مردم فرزندان همین مکتب رو تمام کردگی که شخصانی با ناموس و فرزندان سخاوتمند همین دهه ما همین مکتبی که در مدتی 70-75 سال شد فرسوده شده بود بالاپوشی مکتب همه فرسوده شدگی میچکید او میدرآمد همین فرزندانی که مکتب رو ختم کردگیان دستگیری نمودن همین بالاپوشی مکتب رو آنیش که عوض نمودیم و ما این مکتب رو از با
کاپیتالی تعمیر کاپیتالی برآوردیم با درون و با بالا پوشش عوض نمودیم. سالهای پیشین تصنیف اینو به تحصیل مکتب شگون حاضر باشد با تصنیف 11 شده است حتمی است. وای شد طلبا وقتی که وای سیمخانه نمی رسید با دستگیری همین فرزندان دهه سیمخانه‌های علاوگی رو شروع نمودیم. 8 سیمخانه علاوگی ساخته ایستادیم با همین با طرز حشر همین با فرزندا یاردم کردن شخصان با ناموس صاحب کاران دهه همین محصولات وای آورده با ما یاردم کردن بچه‌ها مستفیدان و شخصان اوستای همین دهه با طرز حشر مکتب را ساخته ایستادند. خوانندگان مکتب با 850 نفر قریب بگیم با 900 نفر رسیده است. سیمخانه برای سیمخانه علاوگی می‌سازیم که سیمخانه ما نمی‌رسد. سیمخانه برای 500 600 نفر خواننده بود. دیگر سیمخانه کم بودی شد. ما همین سیمخانه علاوگی رو از نو ساختمانش شروع نمودیم. هر روزه کاری زنهای دهه ما همین نامبندی، چپاتی، کلچه کلان، قلمه، فتیرهای ورقی با هست با فتیری اردگندمی شکراب میکنیم، با فتیرهای ورقی قروتاب میکنیم. دخترای ما از دوره مکتب خانی نامبندی، کلچه بندی رو از خود میکنن. یا عمرم یه چیز تاجیکی خوردم اینم خیلی خوردم. پیش اردگندمی بود همه بامزه خمترش بود. حالی دروازه رو میندازن خمیر دم میکنه همینم زهره. این قق سودا مینداختم که بوی ترشی بگیره. همه اونای مرا تعریف میکرد بچه‌ام. او قطعه مرا تعریف میکرد که خیلی تعریف کنم با در مکتب چند کمیسی میومد در خونه ما بود. چپاتی پختیم. چپاتی رو ما بسیار با شیرچای با خام شوربا خوردنش با خوشتره. چی معرکه که در دهاتی ما شود به زنها این کار بود نمیشه. زنها همه کسا جمع میشیم همین یک تمون خمیر میکنیم، یک تمون نون وای میکنیم، لو میچینیم، یک تا دیگرش باشد میبندد. خیلی بو یگون همسایه توی داشته باشد همین سرجم ما دستگیری کرده با همسایه نون و کلچه را تیار میکنیم. هر سال فصل بهار شود همه کسب‌هامون اجرا میکنیم. تیاری به دلده میبینیم، به آش توپه میبینیم، به سمنک میبینیم، به همه همی چیزایی که در نوروز چیه شیربرنج، قلمه همه را تیار میکنیم. این خوراکی بهاری همی بهار شود همه آش توپه و دلده و همه سمنک همه را همه وقت ما تیاریم برای همین. تا آخری مایه ما همه کسب و چیزا را میکنیم. علف های یعنی لبلبو، همه اکروب، پیاز سبز، گشنیج، شلخه همه را همشه تیار میکنیم در همین دلده میدوزیم که همین لذتش برویه. همین علف ها بسیار فایده‌ناک ایده. همین اکروب همش همین فایده‌ناک برای هوای همه را ما استفاده میبریم بسیار.
خوراک‌های ملی اینمی تاجیکی ما خوراک‌های ملی این اوموچ این ارزق ای اور تیار میشه او تیار میشه ای اوموچ او میندازیم میمولیم ما میکنیم کاوتی میکنیم میگیریم اوموج میکنیم این حولو را اوموج میمولیم به اوموچ میشه فطیر هم کنیم میشه در روغن سرخ میکنی خنده میکنیم میشه و حولو این حولوی شیری حولوی شیری را شیر میندازیم شکر میندازیم میجوشونیم انا که تیار شد بعد ادروش اینا دانه پانه میندازیم حولوی شیری این میشه چگالدک اونو سامبوسا ایش نونی چپوتی را می زنکای محله همش جمع میشن مثال ای اردو ای او چپوتی میکنی ای هم میشه این کلچی کلون هم با شیر هم میشه بعد روغن هم میشه این شکروی تاجیکی او میکنیم فطیر میندازیم میغوجیم این بالوستا سالاد خروطا و فطیر میکنیم خروط قطعی خروط نباشه چاکه قطعی انا میمولیم میندازیم چیزا پیاز از زیر بگ میکنیم در روغن زرد میریزیم ای بالوش خب سالاد پلات دیگه بدیل خمون باشه انا او قلمه 16 تا اوقات انا یوش پخت پزی خیلی حاضر زمان قند قنفتی خیلی نیستم اینا میخواد بچه کدوی چی به کدو مانتو شیر کدو اینا نشوسته انا او گل چی میگن گل مانتو اوش توپا همین اردگاند میشه بچه خدم اول یوشگری من خیلی دست همین نونی چپوتی باند خمیر کنم فطیر کلچی کلون باند همه هنر داشت میکردم خدم همین خیلی کودکیم حواسم بودم وقتی که شاور اومدم همش کردم همش یاد گرفتم همه کجا در که میشید میرفتم کلچی کلون میبستم چپوتی میباندم حاضرم هم خیلی کلچی کلون و قلمه و هم خیلی چیزا میپزیمیم تو یاد خیلی چپوتی کلچی کلون همش میکنیم میتی مردم حاضر زمان سالاد میکنن مثال من تو رو میکنه قلمه را نمیدونن کلچی کلون هم خیلی که حاضر میرن میخرن بسیار سالی میخوام میدونم که ما پیش فقط میکردیم نونی تنقتی ما معرکمون با نونی تنق میذارونیم این ما یا تشمیون 75 رفتن فقط معرکم داغی دارم که نونی چپوتی کنم کلچه کنم ای بازار یکم چی نخرم نوروز کلچه را میخرن نونی نونبویی میخرن معرکاشون میذارونن فایده بخش این همه کسال ده اوموچ اکی نمی کسالای قند کسالای مثال چی اونا چی سری تزک آشی توپا همش فایده نکه بچه شلخای پودینای اینا کدوای اینی ده اوموچ ده او سری تزک هم همو آش توپاش ده همو همش هم خیلی مثال بگیریم دالده کردی اول همش ای بگه تیار میکنی تر میکنی او را میمونی همش به قاعده و قانونش که هوای مزه بروره شیره بروره و مزه شوه بخورن مردم بگن هزار رحمت خیلی کلو پوچه و شکمه و هم خیلی سفید میکنی نمک میکنی 2 روز در نمک خو میکنی که مزه نده مزه برویه خیلی که شوربا کردی چکه اول پیاز گوشت سرخ میکنی کردشکه پیاز همه ایره سرخ میکنی تف میتی که مزه چیشه نمک میچوشی کم ترتمد میدوزی بعد او میدوزی که همین چقدر بلازت شوده دخترام همین دختر دارم چقدر رنگ خودم هنرمنده او همه هنر میکنن نه اوش توپا میبرم خودم اوی سر وری دسته میزنم من خیلی چقدر هنرمنده هم دخترام هم رنگ خودم چقدر هنرمنده نوروی رولتون کدش کبیریون ساسیسکا میارن میگم همین می زهره میخره برام به حمد کسلی همه پیش بچم داولینی نبود پیش کسلیای قند نبود برای چی که خدا نمیخوردن با خدا این خانه در اوقات خاموش بگم نمیرم میگم که ای چقایشه خیلی بریم خدا بخوریم و نخود اوقات میلیه سادگی بره خدا بخوری شیر میپزم اور بیرونشون میکنم میروان هم میگه خدا میارم میخورم همه ما همه دوری پیش ما کسلی قند ندیده بودم ما داولینی را ندیده بودم بچم الکل ای فکر فرزندو گوه داولینی بلند میشه گوه میشن این می قند پا همه میشه بچه چی میشه ای شکمی مادر میگه تا ای داولینی میگه ای داولینی ای کجا ما داولینی پیش آدمای قدیم داولینی نبود ما ندیده بودیم داولینی را ده کپی دریا گریب برایش بیار برایش بیار پرستامول بیار پرستامول همین مشت میخورن ما همین این همی شیلی تیزان میخوردم همون گریب هم بیودم نشیدم میونی شیربرین بخورن این ماسک توجیکی بخورن
آخی ما چی بخرانی چلی تیزک شیرکدو نکنه میخرم. ولی بگو که روغن زرد در خروتا بریم روغن زرد بو میکنه خونه نیوره که ما نمیخریم. جای روغن زرد دیگه چیه؟ روغن زرد پیش پیولقتی میخوردیم. گوشت گوسفند میخوردیم. خدا رحمتی آتام گوسفند میکش دادرو میرفتن دومی گوسفند نمیخوام میبردن میخوردن. حالی گوسفند نیور بو میکنه. روغن زرد بو میکنه. همین روغن زرد چیزی است که بو کنه. چند قبول دارم. بینمی جدا همتری میگفت خیلی. انا که دندانم به جای بای خپیده نمیشه با. انا خپید دندان خشو باشه خپی خشو میزنی. کلون بودی این معده یکو کلونم شکست. دایره یار خطر مردم بازار رفتم که یکی اینجا خدای بعد گرفتم و هم جزادم که دیگه گیردم که یعنی برایش میگه میره کیم کجا وردم شما چی باید آوردم خمی زدم بود این یکی بهشون رسوندن یک بتون خیلی امر بر من یه جون میرفتم به جامدم که بازیق میشتم بگو دا کوغا میدادم میگم بشینه یک کردورم تون و میاردم میره به میزدم میشتن گیر تماشا کده برای این اکنون همین تاریخ اسب‌سازی و اسب‌بازی و همین چواندازی همین جزیره ما همین سال‌های ما کنه است. من همینجا میدان است یک 4-5 گتر زمین از همون دوره‌های پی از سال 20-30 همینجا جای بزکشی از تمام همین ناحیه‌های همین وادی ما آمدن همینجا بز میکشند. این مرکز بزسازی و بزکشی و چواندازی مردم همین سال‌ها است که ولی حد قریب که یک خانه پس از دارن از بازی میکنن از سازی میکنن. وقتی که ما جوان بودیم در همین قشلاق ما قریب 25-30 کس اسب داشت. اسب داشت هر هفته ما همین بهار که میشید هر ماه رفته از همه رای کلان از پایان تو بالا قشلاق پایگاه میکردن. سالهای پیش قریب 25-30 تا اسوار بودن جوان ها بودن. اونام دوره بابای خمرات جوان بودن. همین شوق حواس بسیار خاکین جوان زنومی همین چیزی ما بابای خمرات بودن. یک بوری خمرات میگن در همینجا در 70 است. و حتی از همین بزسازی و بزکشی و اسب‌بازی است ولگراد همینجا بزسازی شد بزکشی در روی شده از همینجا اسب گرفته 2-3 کسی رفته در همینجا بزکشی کردن و جای صدور همینجا انتخاب کرده گرفتن با سری بلند اومدن. ببین همین دهه ما حتی در اون وقت ایجاد شوروی مشهور بود. اونها بینش که در اون بزکشی کرده در اونجا در مسابقه‌های بین‌المللی ایجاد شوروی شروع میکردن. این خرسندی نیست، این فخر نیست، البته فخر است. بازم همون آنها دوام شدن هیچ وقتی از بین نمیره. خواهد چواندازی ما هم گودکی بودیم. هم 15 ساله بودیم چوانداز بودیم. همین آتمون که مرد و ما هم چوانداز شدیم رفتیم. سال‌هایی بر رایون رفتیم، دوشنبه رفتیم، کراسنودار کافکاز رفتیم، یک ماه همونجا بز کشیدیم. سالی 76 یک ماه هم کراسنودار بودیم اینجا کافکاز را. همین مملکت داخل، همین مملکت بود کمان میتودن ما تا آخر شد یکم جو بودیم. بعد همینجا آخران بودن یک ماه یک روز 2 ساعت چی دادن کمان دادن. که بچه‌ها سوسی کردن و دیگه جا گذاشتیم.
فصلوانی چوباندازی اصلا برقرار کنند. مردم باید همه طرفه این هنر ملی است. باید که مردم همین هنر رو اقدام بکنن، چیکار قوت بزنن، زیاد کنن، مردم از این یک بهره برن، یک فخر کنن. چوباندازی همه همون اویلاهایی که اینجا همین صاحب اسبن از همون کودکیشون اینا بیا که همین چوباندازن اسبازن از بوسکشن. اینا همه اولادان خریب گیم کسان میکنیم. اولادان همین بوسکشیم اسبازای ما اولادان اومده گیم. میخواد افسوس کنه. هر اویلی همین اسبای همین همه لنگر همین همه هر اویلی در خریب هست. مثلا همون اویلی مودم هست همیشه اسبازی و اسبازی هست. کس بکیش لاک شما مهمان شود، خوش دماغ از باغ و از بستان شود، از سعادت هایتان شادان شود، از سعادت هایتان شادان شود، شادان شود، شادان شود. اینقدر زیباست پیشلاک شما، سکلی دل ها پیشلاک شما. آب شیرین از در جوی شما، لطف و احسان از در کوی شما، روشنایی بارد از روی شما، روشنایی بارد از روی شما، روی شما، روی شما. اینقدر زیباست پیشلاک شما، سایقلی دل هاست پیشلاک شما. فارم آواز رسد از کوچه باغ، دل کند رخسار زیبا را سراغ، یاری ما هرگز نبیند درد و داغ، یاری ما هرگز نبیند درد و داغ، ای درد و داغ، ای درد و داغ. اینقدر زیباست پیشلاک شما، سایقلی دل هاست پیشلاک شما.